ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان از بازداشت راننده خبر داد که همگی 9 سال داشت. سانحه 7 یونیو سال 2024 در اینترنت نوار نشر گردید که در آن حالت با صورت بلند اداره نمودن واسطه نقلیات تمغه مرسدس از جانب یک کودک نیکوس یافته مسافرانش نیز خرسال بودند. در نتیجه گذراندن سنجش الکی بعد 1 ساعت پس از نشر ویدیو از جانب کارمندان میلیسای ختلان معاین کرده شد که رقم قید دولتی واسطه نقلیات مذکور 9758 بوده تحت اداره نابالغ 9 ساله استقامت کننده نویه 5 جماعت شهرک 5 کوچه رودکی قرار داشته است. میلیسای ختلان در شرح این حادثه گفت این کودک صبح 7 ایون از بی‌مسئولیتی و خنک نظری والدان خود استفاده برده به پرسش واسطه نقلیات پدرش محمد خورشید سال تولدش 1986 زاده نویه 5 استقامت کننده نویه سینای شهر دوشنبه را گرفته یک چند کودک دیگر را سوار نموده در مرکز نویه 5 با صورت بلند اداره و جان خود و دیگر اطرافیان را زیر خطر گذاشته است. وابسته به حالت مذکور نسبت به والدان نام برده برای بی‌مسئولیتی و خنک نظری در تعلیم فرزند طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق بین‌المللی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده برای بررسی به مقامات سود ارسال گردید. همزمان جهت من بعد تکرار نیافتن چنین حالت با والدان نام برده کارهای فرماندهی گذرانیده شده به طور قطعی آگاهانیده شدند.